بریم. سلام، ما امروز اومدیم یه کوورکینگ اسپیس. من بیشتر میخوام که این محل رو به شما نشون بدم، ببینم که یه دولت برای نوآوری چیکار میکنه، بعد اینکه بتونیم با همدیگه فکر بکنیم که اگر یه مرکز نوآوری خواستیم طراحی بکنیم توی ایران خب چیکار باید بکنیم. اینجا یه مرکز نوآوری توی دبی که اومدن این قسمت رو برای استراحت و برای تفریح زدن. یه سری کافه و اینا هم تشکیل شده اینجا. خیلی جای خوب و مدرنی هستش و اینکه خب این دولت امارات اگر توی نوآوری پیشرفت کرده خب دلیل داشته. ما توی ایران یه کارخونه نوآوری توی میدون آزادی داشتیم که اونم هر چند وقت یه بار صاحبش میاد میگه جمع کنید برید من میخوام اینجا رو بفروشم. خب هیچ کس هم نمیتونه باهاش به توافق برسه که آقا تو رو خدا اینجا رو واسه یه سری نوآور نگه دار. این همه نوآوری که ما توی ایران داریم، این همه آدمی که خلاقن، این همه دانشمندی که توی ایران هستش، یه جای درست حسابی ندارن برن بشن کار بکنن. اون کارخونه نوآوری هم که زدن توی میدون آزادیه، اون کارخونه نوآوری هم فکر میکنم تقریبا هر کس بخواد بره اونجا تقریبا یه چیزی بوده 40 دقیقه طول میکشه تا برسه به اون محل. اینه دولت امارات برای چی پیشرفت میکنه؟ برای اینکه این کارا رو میکنه. این مرکز سر و ته نداره، یعنی 2 ساعت توش راه بری تازه میرسی به جایی که میفهمی که نصفش هم هنوز ندیدی. اینجا رو نگاه بکنید، برای رفاه اومدن زدن. اماراتی که هوا نداره، خیلی از آدم‌های خلاق ما رو نداره. کلا جمعیت خود اماراتی 2.5 میلیون تا 3 میلیون نفر آدمه، ولی ببینید چی کار کردن برای افرادی که میان اینجا و چه مساواتی هم برقرار کردن که مایی که توی ایران توی نوآوری کار کردیم، توی صنعت فناوری و نوآوری خوب کار کردیم، اون همه فناور هیچ کس حمایتشون نمیکنه، هیچ کس هیچ کاری بهشون نداره. اینجا شما در میایید تو میگه برو فیلم بگیر، بیا برو باشون مصاحبه بکن، بیا برو براشون تبلیغ بکن. همه کار میکنن برای اینکه فناوری نوآوری شکل بگیره. این فضایی که زدن برای اینکه شما بیا اینجا استراحت بکنید. فقط نوآوری رو اصلا ما توی ایران اصلا معنیشو داریم عوض میکنیم، یعنی معنی نوآوری تغییر کرده. شما یه شرکت رو میبریم زیر چتر دانش بنیان، فقط به همون تسهیلات میدیم، فقط به همون کار میدیم، بعدش هم حالا اون اصلا مراحل ارزیابیش انصاف نداره، هیچی نداریم. یعنی واقعا ما چجوری دستمون توی نوآوری به کجا بنده؟ این همه ما توی صنعت فناوری نوآوری توی ایران زحمت کشیدیم، با خیلی قوانین پیچ پا افتاده همه نوآوری میفته عقب، نوآوری از بین میره، فناورا از بین میرن. چرا؟ چون درآمد نداره. اصلا اینجا درآمدش مهم نیستش، اینجا حمایتایی که دارن میکنن. ببینید چجوری الان گردشگر میارن اینجا که فناوری و نوآوری بهش نشون بدن. ما توی ایران یه نفر نمیاد اینجا نگاه بکنه این فناوری به دردش میخوره یا نه. اصلا رویدادهایی که اینجا برگزار میشه کلاسش با کلاس ما فرق میکنه. ما توی ایران یه دونه رویداد میسازیم، مثلا نوآورا رو جمع میکنیم دور همدیگه، یه سری آدم از حوزه فناوری هم دوباره دعوت میکنیم میای، هر سال هم همونن، هیچ کس دیگه هم نمیاد ببینه. آخرش اینه که اون آدمه رفته یه جای دیگه یه نمایشگاه دیگر هم دیده، ولی اصلا این راهش نیست. راه نوآوری این نیست. راهش اینه که حمایت کنیم. حمایت چه دولتمون باید حمایت بکنه، چه صنعتمون باید حمایت بکنه، شرکت‌های خصوصی باید حمایت بکنن. نه اینکه شرکت‌های خصوصی تمامیت خواه باشن، نوآوری رو وقتی میبینن هول بشن که خب کی اول بخرتش. هیچ کس نمیاد حمایت بکنه، همه میخوان بخرن، میخوان نوآوری رو بخرن، نمیخوان
حمایتش بکنن که بزرگ بشه. ما اصلا منفعت جمعی واسمون مهم نیست، فقط منفعت شخصی واسمون مهمه. منفعت جمعی یعنی اینکه شما یه دونه نوآوری رو بیاری بالا، کل دنیا ببیننش، کل دنیا بیان روش سرمایه گذاری بکنن، برای کشور خوب باشه، برای آدمامون خوب باشه، بتونیم اقتصاد رو رشد بدیم. نه، ما این کار نمی کنیم. اون میگه آقا نوآوریه بده من بخرمش، اون میگه فلانه بده من بخرمش، همه دارن میرن زیر چتر یه نفر دیگه. بابا خب بیایم یه حمایت درست بکنیم. ما خلاق و فناورمون 10 برابر امارات و کشورهای دیگه است، ولی استفادهمون از فناور و خلاق صفره. اینجا هم که دارید نگاه میکنی، اینجا بهترین جای دبیه، یعنی گرونترین خیابون دبی. اینا اومدن یه دونه کوورکینگ اسپیس زدن، مرکزش رو گذاشتن همینجا، از همه‌ش هم حمایت میکنن. دارن ساختمون مثلا 10 تا ساختمون همین اینجا داره واسه دور و بر خودش میسازه. ما کجا میسازیم؟ ما توی میدون آزادی میایم میسازیم که اصلا رسیدن به اونجا خودش یه خطراتی داره. بعد اونم تازه هر سال توی همه جا باید بخونیم که خب اومدن گفتن جمع کنید برید، جمع کنید برید. بابا خب فناورن دیگه. یعنی اون آدمی هم که اون جا رو داره، صاحب اون چیز شخصیه، یه ذره اینقدر فکر میکنه که خب آقا من دلم به حال این جوونای ایران بسوزه. این مردم جوونای ایران چی دارن دیگه الان؟ هیچی دارن، نه حمایت دارن، نه کار میتونن بکنن، نه نوآوری میتونن بکنن. بعد ما هم هر حرفی میزنیم و میگن که نه این بودجهش نیست، نمیدونم فلانش نیست. خب بابا باید بودجه تعلق بگیره، باید حمایت بشه از فناوری. فناوری نیاز به حمایت قانونی داره، نیاز به حمایت دولتی داره، نیاز به حمایت خصوصی داره. ما نداریم، اینا رو نداریم. بعد شما میگی که توی ایران بیا توی حوزه فناوری کار بکن. چیکار بکنی؟ یعنی اینجا گرونترین خیابون دبیه. اصلا یه همچین جایی اگه تو ایران بود عمرن هیچ کس، نه دولتش نه چیز شخصش نمیومد اختصاص بده به یه سری جوون که بیان اینجا کار بکنن. اینجا رو ببین، از کل دنیا نوآوراشون میان اینجا وای میسن کار میکنن. یعنی طرف خارجی میاد اینجا وای میسه کار میکنن.